Hiç kimseyi sevdin mi bugüne kadar? Sevdim. Kimi sevdin? Amcamın kızını. İstedin mi? İstedim. İsmi nedir? Tuğba. Verdiler mi sana? Yo, vermediler. He, Tuğba. Geçen gün Zehra için dua ediyordun. Her gün birini seviyorsun Erol ya. Doğru diyorsun. Niye senin bu kalbin böyle Erol ya? Ben de bilmiyorum. Yani her gün birine gönül veriyorsun Erol. Böyle olmaz. Doğru diyorsun. Birini sev artık. Tamam. دیگه چه خواهی مالیه. من که دارم سوابت می نویسم ولی آب بخور نمیری بدبخت. من میشناسی؟ نه خدا شده. بچه بودی چقدر خود میشاشیدی؟ عجب. هنوزم میشاشی؟ نه دیگه بزرگ شدیم دیگه. آفرین. آره. اینم ایدید. دست شما در نکنه. خب خداحافظ. خداحافظ. سلام بر خوشگلترین و خوشقلبترین خواهر دنیا. چی شده که تو امروز انقدر مهربون شدی؟ من همیشه انقدر مهربون بودم گلم. کمتر گی بخور. بگو چی میخوای؟ داری یه 100 تومن بهم قرض بدی؟ آها پس بگو. میگم چرا انقدر با اون مهربون شدی؟ او خدا چه سگ مظلومی. گرسنته؟ بیا این لقمه رو بخور سیش. نوش جانه نوش جانه. کجا میری؟ دارم دنبالتون میام اینجا. دنبال من چرا؟ من با وفام برای لقمه نون داریم. میدونم با وفای من دیگه نون ندارم. هم یه دونه نون داشتم دمت گرم. نون نمیدونم. من همینجوری فازم با وفام هستم. پشتر من واسه میگم کار دارم قرار دارم. با وفا میخوام با میدونم با وفای دمت گرم ول میکن کار دارم. یه لقمه نون داشتم دادم بهت دیگه. من دیگه نون چیزی نمیخوام. نون داریم من باید بیام همینجوری. با نمیخوام با هم بیام. میدونم با وفای دمت گرم نمیخوام با هم بیام کار دارم. من همینجوری من بیام 20 تا بیام. داداش ما اشتباه کردیم یه لقمه نون بدیم تو خیابون ناموسن. داش بکش بیرون از مامان تو خونه من. آقا من نمیتونم برم. و چرا؟ آقا ذات ما اینه. ما واسه یه لقمه نون من ندی. من انقدر بعد باید بیام واسه یه حرکتی بزنم. آقا من نمیخوام واسه یه حرکتی بزنی. میدونم آقا یه جا مشکل گیر میکنه. یه جا حالا من باید یک جبران کنم دیگه. نمیخوام جبران کنم. دمت گرم آقا من این مشکل مثلا پیش نمیاد. اصلا صحبتش نکن. جا نداره. من هر کاری کنی باید باشم. آقا ما مثل گربه نیستیم که. اونا ذات ندارن. ما ذات داریم. یه لقمه نون بندادی تو جبران نکنی من یه تکون نمیخورم. آقا دمت گرم مثلا جبران نمیخوام. همینجوری با از جمله دل بدون چشتاش بهت کمک کردم. خیالتو راحت کنم. هر جا بری باید میام. الحمد لله يا رب. لباس شو بيك اختي لبيك؟ ها؟ لو انت لباس شنو هي؟ تبعت في البوس لباس ماليش نبعث البوس. هتلم عايش برا امرك بعيد. سامحني والله سامحني. مريض مرضى برا امشي امرك بعيد. ها؟ بلا سامحني مش مني والله. والله مريض والله. مريض برا امرك بعيد. يعني مش مرض بعيد. ها؟ الدواء شبيك ما نحبش نديهم. نفسي عني. Белка, ты где? Ай, заяц. Заяц, ты что встал? У него рог толстый, вы так понимаете. Бедный заяц. Где он, заяц? А вот. Заяц не будет.
فاتحة مع الصلوات. در واقع چیه این شعر؟ این در ارتباط با همون گنجشکه دیگه. بله. حالا اگر صلاح بدونید من هم با صورت بچگونه براتون اجراش بکنم. قربونتون برم، شما صاحب اختیاری. چیک بانم گنجش، همش تو جوش و جنبش، حالا من توی لونم دارم آواز میخونم، لونم توی درخته، اگه باد بیاد سخته، خونم رو بیرون میکنه، تخمم رو داغون میکنه، اگه بیاد زمستون دلم میشه پر از خون، برفا بیچارم میکنن، یه خون آوارم میکنن، هر جا برم دونه نیست، آخه این زندگی چیست؟ گفتم کاظم بهترین دوستمه. بهترین دوستت کاظمه؟ آره دیگه. شهرام چی شد؟ تو من دوست نداری؟ تو رو که من از همه بیشتر دوست دارم. نه گفتی بهترین دوستم کاظمه. نه من تو دوستام گفتم، تو داداش منی، تو خانواده ای منی، تو چرا اینو بیشتر می‌زنی؟ این غلط کردی من از تو بیشتر دوستش داشته باشم. نیما ساکت شو. خجالت نمیکشی شهرام من ناراحت میکنی؟ من الان چیکار کنم با ناراحتی شهرامم؟ ببین کسی که باعث بشه لب شهرام من اینجوری بلرزه، بغض کنه با من اینجوری حرف بزنه، من زنده‌اش نمیذارم. تو گفتی بهترین دوست. گفتم حرف نزن. چرا میزنی؟ من براتون بستنی گرفتم. کسی حق نداره سر نیمام داد بزنه. کسی حق نداره بین من و نیمان فاصله بیاندازه. بیانداخته دیگه. رو دادیم بهش فاصله بیانداخته. بابا دیوونه این شما. حالا دیدی اسم دوست پسری که مصطفی باشه؟ من نمیدونم مصطفی رو قایم کردن نشونمون نمیدن، چه جوریه؟ کجا هم؟ میدونستی مربی باشگاهمون قبلا دستش تومور داشته؟ تومور مغزی؟ نمیدونم دیگه، اونجاشو نگفت. محمد کجاست؟ رفته بر ماشینش شم بگیره. تولدشه؟ نه اسکل، مگه بر ماشینم تولد میگیرم؟ بخاری ماشینش خراب شده، فکر کنم میخواد به جای اون استفاده کنه. راستی بهت گفتم میرا رو دیدم داشت تو اگزوز ماشینش فوت میکرد. وا چرا؟ اسکل دیگه، چرخهای ماشینش پنچر شده بود، داشت تو اگزوز ماشینش فوت میکرد که چرخها باز شه. گفتم اسکل شیشه راننده پایینه، الان همه فوتا میره بیرون. تو که از اونم اسکل سری، اگزوز به چرخ وصله نه اتاق ماشین. جدی؟ باشه دیگه، من برم کمک مامانم، شب مهمون داریم. وا مگه خدمتکارتون نمیاد؟ حالت خوبه؟ خدمتکارمون کجا بود؟ سرید تویی؟ با پس کیه؟ فکر کردم آیدایی. شادی تو واقعا دیگه رد دادی. شادی کیه بابا؟ فرنازم. سلام داشتم، من خسته نباشید. سرت شلوغه؟ آره داشتم مشکلی دارم. پس بی زحمت اینو قراشو بکن، تماشا دارم. ساعت 11 شبه. تو خجالت نمیکشی تو الان بیرون بودی؟ کجا بودی؟ تازه میپرسی کجا بودم؟ میرم واسه تو و بچم زحمت میکشم. فقط نشستی تو خونه حرف مف میزنی. خجالت بکش دیگه. الان این جای خسته نباشیدته. خیلی خوب عزیزم، حالا تو هم خیلی عصبانی نشو. منم از صبح خونه بودم، خب ظرف شستم، لباس شستم، جمشیدم اومدیم ریش پروفسوریشو براش رنگ گذاشتم، خسته شدم. خب دارم پوسید تو این خونه دیگه. خب برو خرید. 4 تا از این زیرپوش رکابیای رنگ و رنگ بخر، دلت واش. اعصابت خورده که نباید سر من خالی کنی. ما قرار بود با سهراب بریم کوشاداسی. یه ماه گذشته ما تو سلوغون هم نرفتیم. این رفیقت کی بود؟ جلاله؟ کیه؟ بهش بگو روزا بیاد پیشت. ها راستی این دوره همیای مردونه هست، جدید نگرفتین؟ نه بابا، اونم درگیر بچهشه، چاقم شده، افسردگی گرفته، تو خونه است. منم به اینجام رسیده. خب حالا گریه نکن، پوستت خراب میشه. فردا قرار میذاریم میریم خونه مامانت. خوبه؟ آره. من چه تغییری کردم؟ سیبیلاتو رنگ کردی؟ نه. لنز گذاشتی؟ نه عزیزم، تو اصلا به من توجه نداری، همش فکر تو کارته. عزیزم موامو رنگ کرده بودم. بیا اینم زندگی ماست.
بسته درا بسته بغض آسمون شکسته شبای سرد خونه خالی دل من تنها نشسته توی کوچه روی ناودون صدای گریه بارون یاد اون خنده آخر دلمو کرده پریشون. دستاتو بده به من، چشماتو ببند، تا نگفتم باز نکن، همراه من بیا. 5 قدم برو جلو، تنها چشاتو باز کن. چطوره؟ خیلی خوشگله. اینجا رو به خاطر تو من پیدا کردم. میبینی؟ خیلی زیبا. بریم پای مرغابیا رو بهت نشون بدم. بیا. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.